The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided اکادمیای نوبل در اینستیتوت کارولینسکا به قرار آمد که جایزه نوبل در ساحه طب در سال 2020 به هاروی آلتر، مایکل هوگتون و چارلز رایس به خاطر معاین نمودن ویروس هپاتیت سی تقدیم شود. 3 دانشمند که 2 نفر امریکایی و یکی از بریتانیا می باشند 1,100,000 دلار را بین هم تقسیم می کنند. آنها ویروسی را پیدا کردند که در خون ظهور نموده سببگار هپاتیت سی در تن انسان می گردد. کار علمی آنها امکان داد توسعه هپاتیت سی محدود و دوای آن اختراع شود. کمیته نوبل می گوید پژوهش این 3 عالم شرایط کاملا از بین بردن هپاتیت سی را فراهم آورد. آنا ویدل عضو کمیته جایزه نوبل. این یک کشفیات نجات بخش انسان هاست. آن برای درک سرچشمه بیماری کمک می رساند. در سراسر عالم 70 میلیون نفر گرفتار هپاتیت سی بوده. سال از این بیماری تا 400,000 کس به هلاکت می رسند. سازمان جهانی تندرستی امید دارد که در 10 سال آینده این بیماری را پره ریشه‌کن می کند. امسال از سبب پاندمی کرونا ویروس در استکهلم ضیافت و مراسمی با تنتنه تقدیم جایزه نوبل دایر نمی شود و تقدیم جایزه را توسط تلویزیون نمایش خواهند داد.